چطورید؟ صبح و ظهر و شبتون بخیر. من آرین هستم و خیلی خوشم به پارت سوم کوستای مخفی. توی منطقه بلک شورز یه چست مخفی به همراه اچیومنت وجود داره که برای رسیدن به چست باید چند تا سرنخ رو پیدا کنید و یه پازل رو حل کنید. خب سرنخ اول تقریبا پایین بلک شورزه و تنها کاری که باید بکنید اینه که با این ربات حرف بزنید. ترجیحاً حرفاشو اسکیپ نکنید. سرنخ دوم هم یک سری اطلاعات مخفی راجب چند تا در بهمون میده و بعد برداشتنش بهتر از داخل اینونتوری نگاهی بهش بندازید. سرنخ سوم هم لوکیشن اولین دریه که باز نمیشه و فقط باید یک بار روش کلیک کنید و سعی کنید واردش شید. خب سرنخ‌ها رو پیدا کردیم و حالا باید بریم سراغ پازل. اول باید یه نگاهی به در اصلی که پشتش چست قرار داره بندازیم و لوکیشنش هم اینجاست. خب الان باید پازل رو حل کنیم. چند تا در دیگه هست که به این ترتیبی که نشون میدم باید بازیشون کنید. توجه کنید که انتخاب گزینه‌ها اینجا مهمه. خب پازل حل شد و الان کافی برگردیم سراغ در اصلی. اینجا هم فقط کافی مانیتور رو اینوستیگیت کنید تا چست باز بشه. خب اینم چست و اچیومنت مخفی مپ جدید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. پس لایک و سابسکرایب هم یادتون نره تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.